تا به حال اسم منطقه 51 به گوشتون خورده؟ همون جایی که میگن اتفاقات عجیب و غریب اونجا میفته و حتی آدم فضایی ها اونجا زندانی هن. امروز میخوایم با هم بریم سراغ یکی از مرموزترین جاهای کره زمین، جایی وسط بیابونای داغ نوادا توی آمریکا، جایی که هیچ کس حق نداره بهش نزدیک بشه. هرچی دربارش میگن با یه اما تموم میشه، یعنی هیچ قطعیتی در موردش وجود نداره. حالا جالبش اینه که تا قبل از سال 2013 دولت آمریکا اصلاً وجود منطقه رو قبول نمی‌کرد. یعنی رسما میگفت همچین جایی توی آمریکا وجود نداره. ولی بعد از چند تا افشاگری بزرگ و انتشار عکس‌ها و فیلم‌های ماهواره‌ای مجبور شدن بالاخره بگن آره یه پایگاه نظامی اونجاست، ولی فقط برای آزمایش تجهیزات پروازی. اما واقعا فقط همین بود، واقعا فقط یه پایگاه نظامی ساده بود. منطقه 51 حدود 130 کیلومتر با شهر و ایالت لاس وگاس فاصله داره، وسط یه بیابون خشک و پر از تپه، جایی که حتی یه پرنده هم بی اجازه نمیتونه بپره. یه جاده خاکی باریک به سمتش میره که همه بهش میگن گروم لک رود. از اونجا به بعد دیگه حق فیلم برداری، عکاسی یا حتی راه رفتن بدون اجازه هم نداری. تابلوها همه جا هستن، ورود ممنوع. نیروهای مسلح اجازه تیراندازی دارن. بعضیا میگن اونجا پر از فضاپیماهایی که سقوط کرده و حتی جنازه موجودات فضایی. همه چی از سال 1947 شروع شد، وقتی یه شی ناشناخته توی منطقه روزولت سقوط کرد. دولت گفت فقط یه بالون هواشناسی بود، اما شاهدا گفتن نه، ما دیدیم یه بشقاب پرنده بود. از همون موقع پای اسم منطقه 51 اومد وسط. میگفتن بقایای اون سفینه و بدن موجودات فضایی رو بردن اونجا تا بیشتر روشون تحقیق و بررسی کنن. اما عجیبترش چیه؟ عجیبترش اینه که کارمندایی که اونجا کار میکردن با اتوبوس‌های بدون علامت، یعنی بدون شماره پلاک جابجا میشدن. کسی نمیدونه دقیقاً کیان، از کجا میان یا چه کارهایی انجام میدن. همه چی اونجا فوق سریه. حتی خلبانایی که تو اون منطقه پرواز میکنن نمیتونن روی نقشه بگن کجا رفتن، چون رسما اون مکان حتی توی نقشه هم وجود خارجی نداره. خیلی ها معتقدن اونجا مرکز تکنولوژی‌های فوق پیشرفته است، مثل آزمایش هواپیماهایی که هنوز دنیا حتی اسمشون رو نشنیده. یه سری هم میگن ارتش آمریکا از موجودات فضایی اونجا داره یاد میگیره که چطور اون فناوری‌ها رو بسازه، مثل رادارگریز بودن یا سیستم‌های پروازی که قوانین فیزیک رو هم به هم میریزن. یه نکته جالب که وجود داره، تو سال 2019 یه شوخی اینترنتی به اسم استرام اریا 51 را افتاد. میگفتم بریم همه با هم حمله کنیم ببینیم اونجا چیه. نزدیک 2 میلیون نفر گفتن شرکت میکنن، ولی تو روز موعود فقط چند صد نفر رفتن و ارتش هم با تانک و نیرو آماده بود. نتیجه این بود که هیچ کس حتی نتونست 1 متر هم جلو بره و همه رو برگردوندن. حالا واقعا اونجا چیه؟ واقعیت
واقعیت اینه که کسی دقیقا نمیدونه، ولی یه چیز کاملا واضح و روشنه: اگه چیزی برای پنهون کردن نداشتن، اینقدر مخفی کاری نمی کردن. شاید واقعا اونجا چیزایی وجود داره که نباید مردم عادی بدونن. شاید هم فقط یه نقشه و یه بازی روانیه برای منحرف کردن ذهن مردم از پروژه های واقعی ارتش. اما بذار با یه سوال تمومش کنیم. اگه یه روز منطقه 51 رو باز کنن و بگن همه بیان داخل، چی میبینیم اون تو؟ آزمایشگاه پیشرفته یا موجودات فضایی رو میبینیم، یا فقط یه پایگاه خالی که سالها ذهن مردم رو به بازی گرفته؟ راستی تو چه فکری میکنی؟ واقعا منطقه 51 به نظرت یه مرکز و پاتوق برای فضایی هست، یا فکر میکنی یه پروژه فوق محرمانه انسانیه؟ خیلی خوشحال میشم که نظرات خودتون رو برام بنویسید و اگه چیزهای بیشتری میدونید اون رو هم برام کامنت کنید.